هنری فورد نویسنده، مخترع و ایده پرداز آمریکایی صاحب برند کمپانی فورد یه جمله خیلی خوشگل داره، میگه انقدری که سوال مهمه جواب مهم نیست. خودشون توی خاطراتشون نوشتن که زمانی که داشتن به این سوال فکر میکردن برای ایجاد کارآفرینی بعد از انقلاب صنعتی تو قرن 20 که چجوری مردمو بفرستن سر کار، به این فکر کردن که خب با چی بفرستن سر کار، چطوری بفرستن سر کار، و ایده تولید خودروی فورد از اینجا به وجود اومد. نکته اینجاست تغییر لحن سوال، تغییر ادبیات سوال و اصلا روی سوال مانور دادن باعث خلق ایده میشه. یعنی اگر شما یه دغدغه‌ای دارید راجع به برندتون، محصولتون و خدماتتون، باید بذارین جلو و فقط راجبش سوال بپرسید، سوالهای مختلف. متاسفانه اکثر بچه‌ها دنبال جواب میگردن، ولی اگر شما دنبال سوالای خوب بگردین راجع به مشکلتون یا راجع به محصولتون یا راجع به خدماتتون، قطعا خودتون به جواب خوب میرسید. خیلی وقتا من خودم به بچه‌ها میگم بچه‌ها مشکل من اینه یا من میخوام این کارو بکنم، چه سوالی به ذهنتون میرسه؟ سوالا رو مینویسم، برآیند سوالها به من ایده میده و من به یک راه حل میرسم. نکته اینجاست اگر از 10 تا سوال به یک راه حل رسیدی، اون راه حل خیلی ارزشمندتر است 10 تا راه حله که فقط از یک سوال بهش رسیدی. رادیمک نه رادیمک قدیمی ها دیدی که میگفتن همیشه 50% راه حل از سوال خوبه. کلا نمیدونم تو هم فکر کنم همینجوری بودی. من عاشق استادی بودم تو دانشگاه تو مدرسه که سوال زیاد ازم میپرسید، سوالای خوب زیاد ازم میپرسید، جواب بهم نمیدادا. اونی که میومد مثل این گام به گام بود اون موقع، میومد همه جوابا رو به من میگفت، ارزشمند نبود برای من. اونی که سوالای خوب میپرسید منو گیری پاچ میکرد، یعنی تا خونه فقط داشتم به سوالاش فکر میکردم. یه چطور میگفت دیوانه میشدیم ما. من اون استاد دوست داشتم. فکر کنم ما هم باید حداقل ادای اونا رو در بیاریم. قطع کن دیگه نیما.